بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، آنانی که خدا خواهد انشاءالله صدای ما را میشنوید. الحمدلله من دو سه روز است خلق شیار زمین انشاءالله خدا خواهد چی مرد و چی جوان و چی یاش و چی پیر یک تن یک جان شده خدا خواهد انشاءالله برای خانه آبادی من مسجد انشاءالله کمری همت بسیان الله سبحانه و تعالی. البته شیر بچه های شیر عمرش نه رزقش نه کسب و کارش نه الله برکت نماید. خداوند مناسب ببیند عصرها تا دنیاهای در اینجا فقط طاعت عبادت یعنی سخن خدا و پیغمبر جاری شود و کسانی که در اینجا چی مالی چی جانی چی زبانی خدا خواهد شد چی در دعا یاد کرده سادیان که از الله پرستن که برای آبادی همین خدا هم ویان هم عمرش نه رزقش نه کسب و کارش نه الا الله خدا هم برکاتتان نماید. و هم برادری که در مسافریت هستند الحمدلله و هم کمکش دریغ نداشته. چقدر سوخ زمین چقدر مردم های برادران تاج قطعی کدام ملت باشه هم البته دستگیری دارن شب و روز. خدا و هم صحت بوده سلامت در کیسه های پرباری های سرخ در خاندانش در اون از باشه کسب و کاراش الله سبحانه و تعالی برکاتتان نماید. و امید میکنیم که همین 2025 سال خدا خواهد آخرون انشاءالله خدا خیر احسان یعنی آخرت آبادی می همین همه وقت کمر همت میبندیم انشاءالله. یعنی با فضیلت ماه مبارک شریف رمضان همه مسافرها همه مسلمان دنیا تبریک و مبارکباد میگیم و تو فعل این ما الله سبحانه و تعالی یعنی این سال پرفیض سال پربرکات همه که در اینجا خدمت دارن انشاءالله الله سبحانه و تعالی همش نه عمرش نه رزقش نه کسب و کارش نه برکاتیه. من چندین موسفیده حضور دارن عزیزان من خدا خیر امک جان یک سخن میگره رفتی کار رحمت. السلام علیکم مردم شیار زمین. من امروز خیلی که دولت قید کردن در حشر مسجد ده همون یک تن یک جان شده محله ما نوبت شده محله زیرک تمام یوشو پیران سالو کلو سالو آمده انشاءالله از یک گریمون سر برآورده من در همین حشر اشتراک کرده استودیم. خیلی دولت در بالا قید کردن. ما هم همه نیت داریم در همین ماه شریف رمضان همون شیر بچه‌هایی که در شهر مسافری هستند پروردگار نگهبانشون باشن ساق و سلامت. خیلی هم در همینجا یادم کرد ساق سلامت به پیش فرزندان خودشون بیان در این ماه شریف رمضان. با همه کوچ قوت صحت و سلامتی می‌طلبیم. ماه شریف رمضان با همه خلق شیار زمین مبارک باشد. آمین. آمین. سلامت باشه با شما نمالا کوچ قوت یا دولت های پیری خدا خواهد یعنی دنیای بکمی خدا سعادت دنیا و دنیا نرسونه برادر ان شاء الله. سلامت.